حرکت 1 2 3 4 مش میاد. اول تو باید چه کار کنی؟ جلوشو بگیری که داخل سر ضربه نکنه. بزن. الان داخل سر من ضربه خورد دیگه. من باید جلوشو بگیرم. من باید جلوی مشتو بگیرم. چطوری میگیرم؟ با گرفتن دستم به سمت بالا جلوی اصابت ضربه رو میگیرم. 1 و همزمان با رفتن به سمت جلو. پس شد 1 میریم جلو، یه مشت میکشیم زیر فک یا مشت میکشیم یا به این حالت میکشیم زیر فک. پس شد 1 2 میریم جلو، یه مشت زیر فک. 3 گرفتن کول یا همون سرشانه یا همون کتف. 4 کشیدن پشت پا. 5 انداختن به سمت پایین.